در دو جای قرآن استقم داره. استقامت کردن یعنی ثبات ورزیدن در این راه و تحت تاثیر عوامل گوناگون قرار نگرفتن. راه همواری نیست. راه خدا راه تلاش در راه خدا، راه اقامه حق و عدل، راه رسیدن به تمدن اسلامی و نظام حقیقی اسلامی و جامعه اسلامی راه دشواری است. راهی است که پیغمبران در این راه با زحمت حرکت کردند و پیش رفتند. امروز به حمدالله ملت ایران وقتی به پشت سر خود نگاه میکنه موفقیت‌های فراوانی رو میبینه. پیشرو هم همینجور، پیشرو هم کاملا امیدبخش و خوش عاقبت، در این هیچ تردیدی نیست. منتها راه همواری نیست. راه پرپیچ و خمی است، راه پرفراز و نشیبی است. راهی است که بعضی‌ها ممکنه در این راه به خاطر برخورد با عوامل نامساعد از عزم و ارادهشون کاسته بشه. سعیتون این باشه که از عزم و ارادتون در این راه کاسته نشه. روز به روز انشاءالله ثابت قدم تر بشه.